سلام قال میبینم که گوسفند همین میچرانی. آیا میخوایی ناترازیای ما را راست و ریش همین نمایی؟ برو بابا، دلت خوش است. میخوام با پشمهای این گوسفندها پشمواره فیلم کشک همی راه بیاندازم. این هم خوبه، دعوا نداریم که. معنویات کت خدا رو تبیین همی کن. خب قال بگو ببینم چه فیلم هایی برای پشمواره امسال تدارک همی دیده ای؟ فیلم های بسیار فاخری همی ساخته ایم. برای همه سلیقه ها فیلم داریم. از فیلم بدون کت خدا هرگز گرفته تا فیلم قال کت خدا محور. یک فیلم هم برای کودکان فینیتو ساخته ایم به نام کودکی قال. آورین چه پشمواره کت خدا پسندی، چه استقبال با شکوهی. به جوایز خوبی پیش من همی دارید. جایزه بهترین فیلم تعلق میگیره به قال به خاطر تهیه کنندگی فیلم دیوانه در قفس چرید. جایزه بهترین فیلم نامه باز هم تعلق میگیره به قال واسه فیلم نامه به خاطر یک مش یونجه. جایزه بهترین بازیگرم تعلق میگیره به بنده پس به خاطر بازی در فیلم اشک‌ها و ناله ها. جایزه بهترین کارگردانی هم تعلق میگیره به کت خدا به خاطر فیلم تنها در طویله. این کت خدا باید بره دیگه، سکانس آخره. این کت خدا باید بره دیگه. پشمواره کشکیت به درد عمت میخوره کت خدا، دیگه سکانس آخره.